آقای دکتر حسن روحانی را به ریاست جمهوری اسلامی ایران منصوب می کنم. سلام و درود تو روح پرفضیحت امام خوبی ها و مقام عظمای ولایت دامنش اینور اونور. مقام عظما رکورد استفاده از واژه دشمن رو در بیاناتشون زدن، پس من دیگه بیخیالش میشم. اما در بیانات لطیفشون 3 لطیفه بود که برای تلطیف فضا بنده تکرار میکنم. فرمودند 2 دستگی ایجاد نکنید، با منتقدان برخورد نکنید، صدای مردم را بشنوید. صدای مردم واقعا رهبر اینقدر گوگلی و جوک دنیا به خودش ندیده. معظم الله در جای دیگه ای فرمودند جوانان ما دیکتاتور ندیدن، که خب به یمن همین پخش مستقیم این برنامه الان جوانان ما انبوه دیکتاتورها رو دارن همه جا دارن مشاهده میکنن دیگه، با کیفیت HD 4Kش هم الان جدید. آقا تو دیکتاتور کی بود؟ این کلمات من بله. در جمع بنده آقای رئیسی رو میبینم ننورده تنفیذ لازمه. کاش علم الهدا یه حکم تنفیذ میخریدم دادن دست آقا عظما که به این بدبختم بدن دیگه، چون گناه داره. ولی در هر صورت علا برکت الله به یمن وجود برجام شاهد حضور پررنگ مقامات عالی رتبه کشورهای مهم دنیا هستیم. از اوگاندا، تانزانیا، سوازیلند که فکر کنم اون سمت سرخه خودمون باشه، نامیبیا، زامیبیا، گامیبیا، گاهی بیا گاهی نیا و بقیه بیاها و سورینام. اینطور که به نظر میرسه ما باید موقع رفتنشون هم یه 10-15 هزار تومان هم دستی بذاریم جیبشون که تو راه برگشت گشنگی نکشن. و اما از حواشی که بگذریم گویند 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 که روزی نظام سیدعلی تو مخمسه افتاد، ای کاش نمی افتاد. گویند که هر شب توی دستت یه پیاله پر زهر رو میکشین ما رو به چالش، چرا عظما چرا نمیخوری عظما. گویند که برجام داده بر باد ابا امامت و من به قربون تو ای باد. افتاد که این برجام و باز همه جوره کش داد، آره کش داد. اون سوریه و لبنان و بغداد شده درد سر، آخه چه کاری عظما عظما بلا 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 عظما چرا 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 چرا. حالا این سپاهی که با داد نظام از نفس افتاده، همه لاستیکا کم باده و ای وای وای. حل کن آق مشکل و از غربیا ببرون دل و بابا ورد و بیار جام تو عظما. این اتحاد رو حفظ کنید، التهاب آفرینی نشه.